آقا سلام بر کودتاگران قرن. خواهر صاحب کسه داییدم با کس چیه خواهر کسه جان کودتاگر آمد. آقا چاکر رفقای عزیز، ما نمیدونم آجی چجوری شد. ما گفتیم بدین ما علف رو ترک کردیم رو حساب این که خارکسته داره حواس جمعتر یه کارهایی رو انجام بدیم که کیرخر برای زندگی ما درست نشه. دیشب که این اول آقا بده من اسم شما بگم، من حاجی تو همین خونه رو همین مبل کسکی صاحب که نشستم، در زندگی خودم فکر نمی کردم که برادر یه روزی بتونم علف کسکیش رو ترک بکنم. فکر نمی کردم که برادر جان اصلا این اتفاقاتی که الان داره میفته، خواهرش من گاییدم انگار داری خواب فیلم هندی کسکش میبینی. یعنی باید هر 5 دقیقه یه بار گوشت اینجوری یه پیچ بدی بگی خواهر کسه بیداری. الان که این عکس ما گذاشتیم، اصلا یک سر سوزن من امشی فکر نمی کردم که برادر جان تو 2 دقیقه نمیدونم 200-300 هزار نفر ببینن و نمیدونم 20,000 نفر کامنت بذارن و خلاصه که خایه های ما جفته دادا. تشکر میکنم از دوستان عزیزم، کسایی که به من لطف داشتن. بچه ها نمیخواستم لایو بذارم، خواستم اول تشکر بکنم. بعد اینکه آجی این کس دیشب آجی برای ما خارکس زهرمار شد. کسکش اصلا زهرمار. دیشب من به این برگشتم گفتم که فلانی گو چیه، من تو آفیس نشسته بودم، این اومد به من تکست داد، دختر اومد به من تکست داد که آیسان جان، گفتم جان میخوای با هم دیگر ببینیم و اینا. گفتم آره ها. من که تو اینستاگرام زده بودم که 11 روز وید نمیکشم. این برایش من گفت تو واقعا 11 روز ترک کردی؟ بعد 3-4 ماه من تکست داد. گفتم آره من 3-4 ماه دیگه نمیکشم و فلان، 2-3 هفته است دیگه نمیکشم و اینا. این دخترم خیلی بدش میومد از گل کشیدن. گفتم پس بیا بریم یه شام با هم، قبلا زده بودیم، قبلا با هم دیگه رو کرده بودیم قبلا ها. بعد برگشت من گفت که پس بیا هم دیگه رو، گفتم بیا خونه من هم دیگه رو ببینیم. گفتم خونه نریم بریم شام. گفتم فلانی تو با یه پسر دوست بودی، پسر هندی بود، کیریه، قد بلنده، سیاتابه. گفت ها. گفتم هستی با اون یا نه؟ ما با هم زدیم و فلان و منم قبلا این دختره من رستوران نمی اومد چون با این دو پسر کشمقوس، چی میگن کشمقوس، چی از اون کسبازی ها داشت، چی میگن کشمقوس، کشوغوس هیچی. خلاصه ما اومدیم خونه و یه تمرین 20 دقیقه‌ای کردیم و این خارکسته زنگ زد که آقا من اینجام. در پایین زدن و اومد بالا، دیدم اومد و یه پیرن مشکی، بعد این کفشای زنونه هست، کفش زنونه های مشکی هست که پاشنه بلنده ها میبوشن، همین فیلم سوپر ها هست دیگه. من هم پشت آینه داشتم زاغشم پشت این لوله خارکسته کسکش در اومد و بعد من دیدم یه زنبیل کسکش دستشه. زنبیل های مثلا دیدم توی دمپایی و شورد و کرست و حوله و بودم خواه دیگه این مون دیگه. من هنوز قرص و خارکسته فلاشه رو زده ملازه. من کسکش هنوز کسکش دیگه بالا نیار جلوی 100,000 نفر کیر تو دهنت. من خارکسته هنوز قرص نخورده بودم. من اولین بار بود که آجی بعد ترک دیگه میخواستیم یه حرکتی بکنیم دیگه با یه آدمی که مثلا بعد 3-4-5 ماه دختره رو دیده بودم و اینا. چون این برگشت که من یه دوست پسر دارم، این دوست پسر اجاره خونه منو میده و نمیدونم
قسط ماشین منو میده و فلان و اینا. من گفتم دابجی جان، گفتم چیه؟ گفتم اینجوری که تو میگی دختر آمریکاییه. گفتم اینجوری که تو میگی این کس برای من اندازه 250 متر زمین تو شمال در میاد. خارکسته قسط ماشین رو بده، قسط کس رو بده، قسط نمیدونم هواپیما رو بده. گفتم ببین با پسر باش، هر موقع با پسر به هم زدی برو برای خودی کار پیدا بکن. من خودم خارکسته انقدر گرفتار تو ایران دارم که اصلا دیگه نمیرسه. یعنی یه جورایی این کس خارکسته باید برای من در بیاد. خارکسته مثلا رای 200 متر زمین در گرونترین جای شمال. بعد این که اومد تو، من گفتم ببین من دیگه سالمم دیگه، گفتم قرص رو بخورم نخورم خارکسته. بعد میدونی که آجی تو وقتی گل میکشی یاد باشه، تو گل که میکشی، حالا شما که مثل خواهر منی، من خاطراتم، آب دیر میاد گل که میکشی. ما که گلمول نمیکشیدیم و تو خونه حالا حیران، ای بپر اونور بپر اینور، قارش گاییدم چیکار کنم، اصلا مشروبم که نمیخورم، همش در به در این بودم که خارکسته یه چیزی تو کسکونم بریدم که حالم فقط عوض بشه. هیچ این کسکش که با باغچه اومد اونجا، اون وسیله‌هاشو گذاشت اونجا، مثلا یه گفتیم 20 دقیقه تو خونه بمونیم و بریم، همون دم در لب و لوب گرفتیم و اینا، ای کونه بگیره اون گردن منو بگیره اینا. گفتم فلانی، گفت چیه؟ گفتم الان هیچ کاری نکنیم، بیا بریم شام. گفتم چون تو یه ذره دیگه منو بمالی من احتمالاً تا همین شلوار خودم خراب کنم، فهمیدی؟ هیچ. گفت بیا بریم شامو. گفتم شب میمونی دیگه؟ گفت آره من وسیله‌ام آوردم شب بمونم دیگه. هیچ. سوار رویز شدیم و ما فاز گرفتیم و خب دیگه من الان یه آدم سالم هستم و موزیک و دست بگیر و اونو بمال و من اونو بمال و رسیدیم رستوران. آقا رسیدیم رستوران، من معمولا که اون موقع که نشه میکردم میرفتم رستوران، حال و حوصله صحبت خارکسته نداشتم، همش تو گوشی بودم و بعد میخواستم سریع تموم بشه که بریم خونه بره پی کارش خارکسته دیگه. آقا همه پسران همینین دیگه، کارتون که تموم میشه قبل اینکه دختر بنده خدا میخواد بیاد، وای تو خانومی منی و فدای تو بشم و چشم مالکی و کس مالکی و نمیدونم فلان، و بعد که میزنید در عین زدن هم که دیدی که آی مرد تو کی و کی بهتر میکنه و من بهتر میکنم یا اونو، بعدم که تموم میشه آی مامان من تکس داد، دایی من دول شکست، ما باید همین الان بریم و این کسبازی های خودتون در میارین دیگه. هیچ. این مادر جنده ما غذا رو رفتیم خوردیم، من که رفتیم غذا رو بخوریم، این موبایل من خود حواسم هست دیگه، من این موبایل کسکش رو اگه آدم نخواد کونه وارونه بده اینوری نمیذاره که، الان من اگه کون نخوام بدم موبایل من کسکش اینجوری صافه دیگه، گرفتی شروع شد، من دیدم این موبایل خارکسته اینوری گذاشت، من خودم گوشی من گرفتم، اون بالای دون یارو داره یه علامت بالا سمت چپ آیفون داره که میزنی خارکسته گوشی کلا میمیره کسکش، من اونو زده بودم و گوشی رو اینوری اینجوری گذاشتم. مردم اومد و گفت آقا درینک چی میخوری اینا؟ من گفتم آقا من تکیلا میخورم. بعد من امروزم نمیخواستم تمرین کنم و اینا، گفتم روز استراحت منه، گفتم بذار حالی به خودم بدم، گفتم من تکیلا میخورم. تو چی میخوری؟ منم تکیلا. شات اول سلامتی، شات دوم سلامتی، شات سوم سلامتی. این دست منو گرفت برد روی پاش از زیر کسکش صندلی، همینجوری برد و یواش همین بردش میمالونم این حالت اینجوری، یارو غذا رو آورد، حالا قرص تو جیب منه. گفتم که فلانی اون چیه؟ گفتم 100% هستی امشب دیگه؟ آف کورس. گفت آیسان آخرین بار که من این دختر 4-5 ماه پیش کردیم رفتیم اینجا تو پارک پیاده روی کنیم، بعد من یهو کسخل شدم، گفتم ببین من شمالی ام، عاشق کس کردن تو پارکم. اینم گفت ببین منم همین. گفتم بس بکنم اینجا تو پارک. این حالت اون سری به قرآن مجید حاجی اینو به شما دروغ نمیگم، اون ساختمون بلنده رو میبینین کو، این پشتش پارک بود که ما اون روز این حالت دختره اینجوری وایساده بود، ما اینجوری پشت این بودیم، بهش گفتم ببین تو چپ نگاه کن من راست رو که دوباره داشته باشیم که کسی نیاد. ما خلاصه تو این حالت تموم کردیم و اینا. بعد گفت آره آخرین باری که آیسان باورت نمیشه وقتی که با دوست پسرم من بودم، گفت آیسان من وقتی با دوست پسرم من بودم همیشه اون میکردیم یاد تو بودم. آقا این کسکش گفت یک دفعه کودتاگر آتیش گرفت خارکسته، سردابای من آتیش گرفت.
گفتم فلانی. گفت چیه؟ گفتم امشب داستان داریم. گفتم امشب پورن میذاریم تلویزیون، عین پورن گفتم میریم جلو. بعد دختری اینجوری کرد، گفت ولی تو آخه خیلی زود میای که. گفتم کس خود دست کردم تو جیب بالا، قرص انداختم بیرون. گفتم چاره کار، قرص انداختم بالا. گفتم کسکش تکیلا رو بیاریم، کار بسته تکیلا رو بیاریم. حاجی قرص رو خوردیم و همه چی. من رفتم دستشویی دیدم، برگشتم تو راه برگشت از دستشویی اینجا رو نگاه کنیم، به جان قدیر پدرم که آقا کس خوار کس من اگه بخوام به شما دروغ بگم. ما رفتیم دستشویی دختره، من که دستشویی اومدم بیرون دیدم دختره اینجوریه تو رستوران جلوی ازدحام، دست اینجوری کله اینجوری ایداد بیداد. این خارکسته چی شد کسکش؟ این چی بلای سرش اومد؟ چی شد؟ آیسان چیه؟ من این به خدا به دروغ نمیگم اینا. گفتم یا حضرت عباس، گفتم نگو کسکش که میخوای بریم. من اگه الان بالا کسکش مادر جنده، من این چش همینجوری. گفتم آقا این چش مادر جنده آردی من خودم یه بار بالا آوردم، خار مادر چش من گاییدم. من الان قرص خوردم، 50 تا تکیلا روش خوردم. حالا کس خواهر اون من اگه الان بخوام بالا بیارم رگ چش من میپره. بعد الان نصف شب من کس کجا پیدا کنم ساعت 11 شب؟ پس آیسان گفتم پس بیا بریم خونه ما. بعد گفت نه تو که قرص خوردی الان بریم خونه کارتو تمام نمیشه که. گفتم خب بگو چی شد؟ آره ما تموم کردیم با هم و اینا، ولی خب میدونی که آیسان اون رنت منو میده و رنت اجاره منو میده و فلان منو میده اینا. یارو ماهی رو آورد که من از ماهی فیلم نگرفتم، یه ماهی آورد من از این ماهی استوری گرفتم اینا. بعد درینک بیارم به اون مرد گارسون گفتم خار کسه پول میز بگی بیار تا خار مادر میز برز رسوق نزدم، خواهر صاحب میز نگیدم. اومدیم خونه، اومدیم دم در اینجا. You know what آیسان؟ گفت میدونی چی آیسان؟ گفتم نه چیه؟ گفت اصلا من باید برای چی از این حساب ببرم و اینا. گفتم میدونم اگر پسر اجاره تو $3000، اجاره ماشینت خارکوزه $1500، این 4500، یعنی من با تو روز فقط خارکوزه روزی 7 ساعت برای تو فقط خرمالی کنم. گفتم اگر فکر میکنی من میخوام به تو بدم، من این درآمدی که دارم نصفشو باید با ایران تقسیم بکنم. انقدر مستضعف من خارکوسه دارم که به جان قدیر. بعد گفتم نه من اصلا برای من مهم نیست و فلان و اینا، من میمونم. گفتم باش اینجا رو ناخ اینم به شما نشون بدم که نه کس شعر بگیره. این مادر جنده به من گفت من میمونم. بیا اینجا رو. من کسکش این قرص آبی رو گرفت، این قرص آسپرینه، اینم قرص خوابه، اینم قرص راسکونه. من این کسکش گرفتم نصف کردم، نصف خوردم، نصف گذاشتم رفتم تو دستشویی یه اسپری یه مسواک زدم، دیدم دختر اینجا دم در وایساده. من دارم فکر میکنم خیلی آیسان من زندگی من عوض میشه. در رو وا کردم گفتم ببین مادر جنده، میری بیرون خار کسه یا بزنم کسکش تو در و کله خودم کسکش تو رو که نمیتونیم دست بزنیم، خار مادر ما اینجا گاییده میشه. بعد اینجوری که نه تو باید منو درک بکنی. گفتم کسکش بی‌ناموس، من قرص اولو خوردم تو به من گفتی کسکش اوکیه، قرص دوم خار کسه، قرص دوم منو کودتاگر میکنه، منو به جنون میکشه، کسکش خار کسه. قرص دوم تو دیگه برای چی من گفتم هیچی دیگه. دختر رفت و اگه شما رنگ کسه دیدیم ما رنگ کسه دیدیم. ساعت 3 صبح من دیدم این گوش من شده بلبل خار کسه، همینجوری خار کسه، همینجوری داره بدن من تو رخت خواب همینجوری میسنه، همینجوری چش کسکش تازه داشت بهتر میشد، کس نکرده خواهر چشی گاییدیم ناکن. دوباره رفت پایین. قرص راستون که میخوری خار کسه این پمپاژ خونه میبره بالا دیگه، یعنی زد خواهر مادر چش ما رو دوباره گایید دیگه. آره حالا ما امروز که دیر بیدار شدیم نصف اینستاگرام وای کس کرده بودی دیشب. کس کجا بود خار کسه؟
همین الان دارم با تو صحبت میکنم دست پر من یخ خارکوسه. کس کجا بود؟ هیچ تموم شده رفت. اینم ماجرای خارکوسه دیشب من. آره داداش، آره جان کوزاگر دیدی چی به کیر داد خودش راحت. آره آقا من دیگه الان 12 روز ترک کردم دیگه. چند روز پیش دروغ به شما نگم یهو کسخل شده بودم. راست حسینی میخوام به شما بگم، گفتم آره علف خب یه چیز گیاهی هستش خیلی برای مغز عالی و اینا. سریع رفیق دارم اسمش از ناصر هلنده، اون یاروی منه، چی میگم معلم منه. زنگ زدم گفتم فلانی، بهش نگفتم چیه، ذره باش صحبت کردم از تو حرفای اون چیزایی که میخوام و در میارم دیگه. بعد دیگه چی دیگه تموم شد. اینو دارم به شما میگم آقا، من بعضی ما میگی چشت قرمزه کونت قرمزه، به جان قدیر، به جان ناموس خودم، به جان قدیر، به جان پدر مادر شما من بی غیرتم لب بزنم. پس اگه تو اتوبوس من هستی داداشی شما لب نمیزنه. کسیان و آیلاویان رو تا بعدن. خداحافظ. قد چه کسکش دیگه بابا.